خداوندا هدایت کن مرا از مکر شیطانی. هدایت با صراط المستقیم کن سوی رحمانی. خداوندا هدایت کن مرا از مکر شیطانی. هدایت با صراط المستقیم کن سوی رحمانی. امیدی تا هر بنده از آن لطفی ازل دارد، نشد اما کسی واقف از آن مکتوب پیشانی. امیدی تا هر بنده از آن لطفی ازل دارد، نشد اما کسی واقف از آن مکتوب پیشانی. به حالی عاجزان یا رب کنید در محتضر رحمی. میانی آب و آتش مانده ام من در پریشانی. به حالی عاجزان یا رب کنی در محتضر رحمی. میانی آب و آتش ماندم من در پریشانی. هدایت کن هدایت کن هدایت کن یا رحمان. خداوندا هدایت کن مرا از مکر شیطانی. هدایت با صراط المستقیم کن سوی رحمانی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان عزیز، خواهران و برادرانم، مدتی طولانی بود که خودی ما شخصا روی نوار نبودیم و در این مدت انشاءالله که کوشش کردم که یعنی هر وقت که نوار پرتافتم انشاءالله که در یادم بوده در حقتون دعا کردیم و امیدوار بودیم که شما هم در حق ما دعا میکنید. البته خب پروردگار مهربان هر کجا باشه تن جانتون صحت باشه. خواستم همیشه ثبت های مرده بود، ثبت های استودیویی بود، خواستیم یک نوار زنده هم باشد، چون که بسیاری ها شاید گویند که این یعنی فنگرام است و این دیگر ارنجیروفکا و میلادین دیگر ها است. مقصد شاید که برای همین هم خواستیم مقصد یک صدای زنده داشته باشیم. البته بود صداهای زنده، ولی در این مدت چندین ابونچی های نو پیدا شد و خواستیم بار دیگر یعنی باشد یک صدای نو به نو تا که اثبات شود که زنده هم الحمدلله که صدا خوب است. امیدوارم برادران و خواهران غریبم البته چطوری که میگوین آرامش دل نمی شود اگر یادی از غربا نکنیم، یادی از برادران غریب نکنیم سر اول خط. چون که من خودم مدتی 7-8 سال در غریبی بودم، میدونم غریبی چیست. برای همین
البته که همیشه یاد شما هستیم و البته که دست دعا البته اولا در حق غریبا هسته که پروردگار سبحان هر کجا باشه تن و جانتون صحت باشه، زندگی خوب و آسوده پروردگار مهربان نصیبتان کنه و خداوند سبحان شود اون روزی که وطن ما را اینجا آباد کنه و مشکلات های مهاجری برطرف شود و انشاءالله که باز چطوری که در شعر گذشته گفته بودیم، خان مادر گرچه زیبا بود رویش دلنشین، میرسد باری دیگر آن روزها دارم یقین و یا آن لحظه ها دارم یقین. انشاءالله که البته آن روزها و آن لحظه ها الله سبحان برای یک شما نصیب کند و آن لحظه ها پروردگار سبحان باز دوباره فرصتشون روی دست بیاد تا که شما را گرچه کدامتا میبینیم نمیبینیم ارزومند همینیم که گرد دسترخوان مادر باری دیگر جمع شوید. الله مهربان کلی برادران و خواهران غریب خداوند سبحان در پناه عصمتش نگهبان باشه. الله هر کجا که باشه حفظتان کنه. والله این نه به خاطر این است که شما گوییم که پد پیسات سکنه یا که پدیلیت کنه یا که یعنی که گوییم که چطور اگر به زبان خودمون بگیم یگان تقلب و یا یگان شیطانگری نیست. اگر خواهید این مینه همین نواری من نه پد پیسات سکنه نه لایک مونی نه چی میگم پدیلیت کنه، فقط که ببینیش تمام یگان پدیلیت نکنه تا که باور یعنی حاصل شود که من همین را به خاطر الله در حق شما دعا میکنم، خواه روی نوار باشد خواه غیر نوار، پروردگار هر کجا باشه تن و جانتون صحت باشه. چون من راستی میبینم اودیتوریای ما زیاده 80% زیاده از 90%ش البته که از شهر روسیه است. برای همین هم من چی به اول غریبا میگم که خداوند سبحان هر کجا باشه تن و جانتون صحت باشه، چون که خودم در غریبی بودم و غریبی را مشاهده کردگیم. بازم چیزی دیگر این بود که ما نیتی عوض کردن نام کانال داریم، ما یگان نام انیق نیافتیم ولی همین خیلی نیت داریم که یگان در نامش تغییرات کنیم. نامش مناسب هست یا که تغییرش بتیم تغییر نتیم، خواهش میکنیم که در کامنتار یا فکر و عقیده های خودتون بنویسه تا که ما به یک خلاصه درست بیاییم که همین نامش خوبه و یا تغییر بتیم. در آخر همین گفتنی بدم و خداوند سبحان هر کجا باشه تن و جانتون صحت باشه. برادران و خواهران غریب و سپس برادران و خواهرانی که در تاجیکستان هستید، در نزد پدر و مادر هستید، خداوند شما را هم از نظر رحمت دور نکند. تن و جانتون صحت باشد، زندگی آرام و آسوده داشته باشید. پروردگار مهربان شما هم در حق ما دعا کنید، در حق پدر و مادرای خودتون البته دعا کنید، چون حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم است که دعای مهاجر بی شک و شبهه یعنی قبول می شود. البته به کسی سخت برسه و به کسی سخت نرسه. البته منظور از مهاجرانی هستند که آلوده نمیگردن، پای به طهارت هستن، نمازکاشون نمیخونن، اگرچه اسپیت هم که نکردن قضاهاشون نمیدارن انشاءالله و به کارهای غیر دست نمیزنن و شاید این برای بعضی مهاجرایی که کمی خطا کنن و خطاکار باشن ناامید کننده باشه، ولی دوستان عزیز حقیقت همین است که باید بگیمش، چون حقیقتی خدا و رسول جای پنهان کردن و جای این که دیگر خفه می شود یکی دیگر خفه نمی شود ندارد. و البته طبق این چیزی که ما گفتیم طبق همین عمل کنه انشاءالله بدن پاک بگردی، راهتون راست راه بگردی انشاءالله و روی جای نماز حتما که در حق اول جان خودتون و در حق پدر و مادراتون، هر کس که همسر و فرزند دارید در حقشون، در حق وطن که پروردگار سبحان این مشکلات هایی که هستن برطرف کنه، مشکلات های مهاجرت و دیگری که هستن خداوند سبحان برطرف کند. البته دعا کنی.
خداوند بازم هر کجا باشه یار و رفیقتان باشه. پروردگار سبحان دوستی از همه مهربانتان باشه و از همه شخصی نزدیکترینتون الله سبحان به شما نزدیکتر شود. و دعای من البته و خواهش من این است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.